متاسفانه لایو قبلی ما به واسطه این اختلال در اینترنت با مشکل مواجه شد. من دوباره لایو دیگه ای رو باز کردم، امیدوارم که اون لایو هم سیو شده باشه. خب صدای منو دارین آقای حیدری؟ بسیار عالی. من الان تصویر شما رو هم دارم. بله صدای شما هست. مثل اینکه ما دچار مشکل اینترنتی شدیم. بله مشکلی نداره. حالا من تصویر رو میبندم که سرعتم پایین نیاد، چون شما نمیتونین الان لایو باز کنین تا دفعه بعد. خب میخواد تا منم تصویر رو ببندم اگه برای اینترنت بهتره؟ بهتره، 100% بهتره. خب الان خوبه؟ بله صدا هست، صدا واضح هست. خب الان آقای حسن زاده هم به ما اضافه میشن. شما تا اونجایی صحبت رو رسوندیم که ما اکنون در یک وضعیت نوعی هستیم. حالا من فکر میکنم که ادامه همون گفتارتون رو داشته باشین تا من یه چند تا سوال بپرسم از شما آقای حسن زاده، و آقای حسن زاده هم بالاخره مداخله بکنن در گفتگو، ببینیم که چطور پیش میره. بفرمایید. بله من به اونجاش رسیدم که بالاخره اینجا وقتی گفته میشه که یه عده ایجنسی دستگاه‌های بیگانه بودن، اتفاقا خیلی هم در بوق و کرنا میکنن. فقط سخنان آقای خامنه‌ای نیست، بلکه اینایی که به خودشون میگن آوانگاردها، راستهای اروپا، چپهای اروپا، خیلی دلشون میخواد روی این سناریو کار بکنن. داستان اینه که ما اصلا نمیبینیم که هیچ کدوم از این نهادهای امنیتی بابت این هزاران کشته‌ای که به جا گذاشتن بازخواست بشوند، به محاکمه کشیده بشوند، کیفر داده بشوند. و این یه وضعیتیه و یه موقعیتیه که شما میفهمید این یه جایگاه خاصیه که هر کسی که درش قرار میگیره، هر نهادی که درش قرار میگیره، خیلی قابل تعقیبه. مثل خاندان پهلوی خب ظاهرا هر فساد و ارتشاب و جنایتی که کردند، طبق گفته های همون آقای محمد رضا پهلوی در سخنرانی 15 آبان سال 57ش که گفت من صدای انقلاب شما را شنیدم، اونجا لیست بلند بالایی از فساد و کشتار و اینها اشاره میکنه. و امروز گویا این خاندان که اونها یه زمانی در موقعیت بیکیفریان بودند، باز سودای بازگشت دارند و ظاهرا کسی از اینا نمیپرسه که شما این میراث رو از کجا آوردی؟ شما چی کاره بودی؟ شما چطوری گریختی؟ حالا میتونی غسل تعمید داده بشوی و برگردی. ببین یه وضعیت کاملا یونیکیه که فقط در سرزمین ما اتفاق افتاده. در خاطر این موقعیت بیکیفریان آقای اسماعیلی این استیت نیست. حالا سوال اساسی اینجا پیش میاد که آقای حیدری این وضعیت چگونه ممکن شده؟ چون ما مخالف خانان یا به اصطلاح اپوزیسیون بسیاری رو میبینیم که به ظاهر در حال مخالفت کردن هستن، اما به نظر میرسه به عمق ماجرا، به کنه ماجرا که میرسی، متوجه میشی که اساسا این وضع بیکیفری محصول همین ترکیب پوزیسیون و اپوزیسیون موجوده و اونها خارج از این موقعیت بیکیفری حضور ندارن. پس باید بپرسیم که چگونه این وضعیت بیکیفری ممکن شده در این سرزمین؟ خب بخاطر اینکه برای اینکه به این بحث خیلی خوب پرداخته بشه، محمد علی همایون کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسیش به این اشاره میکنه که مالکیت در ایران حق نیست بلکه پریویلیجه، و برعکس اروپا که این طبقه اشراف، طبقه مناش
و طبقه تئوکرات، اینها در بالانس با هم دیگر یک حاکمیتی رو تداوم میدهند. اما اینجا سکویی به نام استیت یا این موقعیت بیکیفری آدمهای خودشو میسازه، راندخور میسازه، پولدار میسازه، اولیگارش میسازه. تا قبل از نزدیکی به این موقعیت کسی چیزی نداره. به همین خاطره که تمام ارکان و شؤونات آن چیزی که در وابستگی اقتصادی امر روزمره زندگی موجود است در ید طولای این در موقعیت بیکیفریان قرار گرفته است. لذا شما هیچ صدای واقعی، هیچ صدای حقیقی نمیشنوید. خب یه وضعیت پرتاب شدگی به آینده ای رو هم ما میتونیم اینجا تصور کنیم. آقای حسن زاده هر لحظه خواستید شما به گفتگو اضافه بشید. من یکی دو تا سوال ابتدایی میپرسم که ببینیم که این موقعیت بیکیفری رو ما شناسایی بکنیم، اساسا تعین مادی ببخشیم، قابل تصور و قابل تخیل بکنیم. یک وضعیت پرتاب شدگی به آینده هم انگار که در پیش چشم ما وجود داره. یعنی هر آن کاری که اپوزیسیون داره میکنه، هر آن کاری که این مخالف خانان به اصطلاح مخالف خانان دارن میکنن، موقعیت بیکیفری رو گذار میده و به آینده ای امانه میده. نظر شما در مورد این مسئله چی هستش؟ خب ببینید، طبیعتاً به خاطر این که در این سرزمین ما هر کسی که در این موقعیت قرار میگیره صرفاً نبایستی که وزیر باشه، که این شامل کسی میشه که تا دیروز سینه میزد برای پزشکیان، تا پریروز سینه میزد برای نظام جمهوری اسلامی، امروز سینه میزنه زیر علم پهلوی. به همین راحتی. یعنی اینکه تبعات این چگونه بوده، این چگونه میتواند اینقدر مسئولیت داشته باشد، این یه داستانه. دو اینکه خب ظاهرا این موقعیت بیکیفریان به راحتی باعث میشه که شما با گفتن 4 تا جمله، با گفتن 5 تا تبریکات، به راحتی از وضعیتی به وضعیت دیگری انتقال پیدا بکنی و غیر قابل تعقیب بشی. ببینید مثال بزنم خدمتتون. همین دیروز ظاهرا در اتحادیه اروپا 40 نفر رو تحریم کردن. خب بابت آنچه که بهش گفتن کشتار معترضان در خیابان. خب ظاهرا این لیست 40 نفره میشه لیستی که قابل تعقیب باشن در آینده، این لیست 40 نفره. اما این شامل کلیت این موقعیت بیکیفریان نمیشه. از اون توزیع کننده کوچک، از اون شبکه غیر رسمی قاچاق، تا شبکه های و نهادهای موازی سازی شده، تا راندها، تا امر قانونی که در خدمت اونهاست، تا تمام نهادهای دیگر، تا اشخاص ها، تا سازمان ها، تا شبکه ها و تا کار. همین ها رو به راحتی میشه غسل تعمید داد، سفیدشویی کرد، یه نمایش ترقه درکنی در کرد و از اینجا به جای دیگری برد و اونها در صحت و سلامت کامل تحت نام خیلی از توجیهاتی به نام اینکه خب نمیشود دیگر، امنیت ملی اجازه نمیدهد، چرخه خشونت چیز بدی است. اینجا کسی نمیگه که کسی بایستی تقاص پس بده، کسی نمیشود آن پانیشمنت باشه. نمیشه که در تمام خیر و برکت و چپاول و تمام اون چیزهایی که برای اون ممکن شده، ببین از پس همین بی همه چیز کردن ها، از پس همین بی هویت کردن ها، خلمانی مالکیت کردن ها، پسندازهای مردم رو زدن ها، ارزش کار رو پایین آوردن ها، طرف از قبل اینها به نان و نوایی و قدرتی رسیده، شبکه سازی کرده، چه میدونم انباشت عظیم سرمایه کرده، از لاشه های دیگران عبور کرده، انسانهایی رو به تنفروهی کشیده، انسانهایی رو به بی‌هویتی کشیده، انسانهایی رو به
احساس پوچی و بی مصرف بودگی کشیده، آمار خودکشی رو بالا برده، تشکیل خانواده رو کلا از بین برده، افق و امید و شور زندگی رو در انسانها کشته. با این کارنامه او به راحتی در چهره یک قدیس نجات دهنده این مام میهنی که ما نمیدانیم کجاست ظهور پیدا میکنه. به همین سادگی. بعد اسم خیلی از این چیزا ببین توی سرزمین ما مثلا دست نشانده بودن رو اسمشو میزنن روسوفیل بودن، انگلوفیل بودن، ولی اینا دست نشاندن ها. اما به راحتی با انگلوفیل بودن از کنارش عبور. در سرزمین ما دست نشانده بودن رو در راستای سیاست‌های جهانی بودن رو به عنوان سیاست گذاری های پشت پرده، کانال های غیر رسمی نامگذاری میکنه. اما خب در اصل ظاهرا عده ارباب دارن و ارباب به اینها دستور میده، اما اسمشو میذارن کانال های دیپلماسی پشت پرده، ارتباطات پشت پرده. به همین راحتی تغییر میدن و جملات رو عوض، به همین راحتی میشه هزاران نفر رو کش. به همین راحتی گفت که این ایجنسی های دیگران بودن و اجازه هم نداد و مجال هم نداد که این مردم در سوگ خود بگیرند. بابا اینا همه چیز رو به انحصار در آوردن، خدا رو، پیغمبر رو، حسین رو، کربلا رو، عاشورا رو، تاسوعا رو. یعنی الان باید این سرزمین و مردمان این سرزمین به دنبال پس گرفتن همه چیزشان باشن، سنگر به سنگر، به دنبال پس گرفتن هویتشان، شخصیتشان، به دنبال پس گرفتن هر چیزی که ملک عمومی است، زمین، خاک، آب، آسمان، خدا، اسلام، تشیع، حسین، کربلا، همه رو پس بگیرن. یعنی اینکه الان بایستی بدانن آنچه اتفاق افتاد صحنه است که اینها برای تداعی او سالهای متمادی پشت سر هم خود رو به گل میزدند، زنجیر میزدند، سینه میزدند. حالا بعد از این اتفاقی که افتاده الان بایستی با شاهد حضور میلیونی آدمهای سوگواری بودیم که وسط خیابان زنجیر میزدند در این سوگواری عمومی، وسط این خیابان سینه میزدند در این سوگواری عمومی. یعنی اینکه این موقعیت بیکیفریان چنان اینها رو این تن کرده، ضعف اسفندیار هم ندارند که چشمانی چیز داشته باشه، قابل نفوذ داشته باشن. ضعف آشیل هم ندارن که یه پاشنه داشته باشن به شلیک. اینا مطلقاً رو این تنن. مطلقاً هر کسی که میرود در این موقعیت بیکیفریان قرار میگیره غیر قابل دسترسی، غیر قابل حسابرسی، غیر قابل به دادگاه کشیدن و در مقابل قانون قرار دادنه. ولذا آنچه که میبینی یک ملغمه عجیب و غریبی از ذهن پاشیدگی، پریشان کردن ذهنیت ها و غیب کردن و نامرئی کردن انسان ها. آقای اسماعیلی خیلی ممنون. آیه حسن زاده هستید دیگه، درسته؟ بله هستم در خدمتتون. ما یه چند کلامی هم از شما بشنویم در مورد این اسم نامگذاری بیکیفریان و این اسم موقعیتی که ما درش قرار داریم که همونطور که آقای حیدری اشاره کردن دیگه نمیشه با تعابیری مثل دسپوتیسم، دیکتاتوری یا ابسولوتیسم یا اینجور چیزها نامگذاریش کرد. شما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران نمیگه که من چون گردنم کلفته، چون زور دارم میرم در خیابان اعتراض کننده رو میکشم. نه، این رو نمیگه، میگه من اغتشاشگر رو میکشم. از طرف دیگه ما اپوزیسیونی داریم که اپوزیسیون دست ساخته همین دولت ایرانیه که دیگر حتی از دولت بودگی خارج شده و به تعبیر درست آقای حیدری به وضعیت بیکیفری رسیده. اپوزیسیونی رو داریم که میره و در شورای امنیت دقیقاً صحه میگذارد بر سناریوهایی که این بیکیفریان نوشتند. خانم مسیح علی نژاد، آقای احمد باطبی در شورای امنیت میره و تشکر میکنه از ایجنسی های آمریکایی و اسرائیلی.
خب یک انسان عاقل نباید از خودش بپرسه که شما چگونه در برابر ادعای مخالفتی، ادعای براندازی در مقابل یک دولت دارید، همزمان سناریویی که او برای مشروعیت بخشی بر اعمال اقتدار خود کرده است را میپذیری و در آن رول بازی میکنی. حالا من این کوتاه هم گفتم که شما هم یکم فرصت گشایش سخن داشته باشید. بفرمایید آقای حسن زاده. بله خواهش میکنم، خیلی جامع و کامل توضیح دادین شما و جناب حیدری. من چیزی که توی ذهنم همیشه دارم مرور میکنم میبینم این ترکیب فوق‌العاده بیکیفریان به تنهایی منیفست هست، یعنی توضیحی که شما دادین در ابتدا و ترکیبی که برای این توضیح استفاده میشه کاملا منطبق بر همدیگه است. بذارید من صحبتایی رو که میخوام بکنم در قالب پرسشی از جناب حیدری مطرح کنم. بیکیفریان یک روندن، یک روند لاینقطع که دست کم میتونیم بگیم تو 100 سال اخیر بر فضای سیاسی و اجتماعی ایران حاکم بودن. سوالی که من از جناب حیدری دارم در همین راستا، آیا قانون این بیکیفریان رو ساخته یا بیکیفریان قوانینی رو طراحی کردن و تدوین کردن که خودشون رو به این موقعیت برسونن؟ متشکرم. صداتون رو نداریم. تصویر من رو دارید با صدا؟ بله 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 بفرمایید. من کلا صفحه تاریک سعی کردم که برای مخاطبینی که دارن ما رو میبینن یه گوشی سیاه رو فقط نگاه نکنن. ببینید جناب آقای حسن زاده، آنچه را که شما میفرمایید ریشه طولانی عصر معاصر دارد. چرا؟ چون ما اگر به مقاطعی بر بگردیم که منتهی می شود به آنچه آنها استیت می نامند و استیت مدرن می نامند، برمیخوریم به مقطعی که بهش میگن و بسیار به غلط و بسیار نادرست بهش میگن انقلاب مشروطه. خب در این مقطع ما چیزی کمتر از 500,000 نفر شهرنشین داریم از جمعیتی حدود 9 میلیون نفری، کمتر از 500,000 نفر، این چیز حدود 230,000 نفر اگر اشتباه نکنم. بعد اینا همین 230,000 نفر رو ملت ایران مینامند و میگویند ملت ایران با در کردن 4 تا ترقه پایتختی رو که متشکل شده از یک روستا با یک میدون توپخونه و یک چند تا بنا و چند تا ساختمون به تسخیر در آوردن و رفتند از یک کلمه مستشار و دوله قانون یاد گرفتن. نه اصلا قانون نداشتن که. اینجا یه اتفاق میفته، شما کلن آدم هایی که تو این مملکتن رو از مرئی بودگی میندازی، نامرئی میکنی و ابزارهایی رو که برای صوت میسازی ابزارهایی هستن در ید توست. اینجاست که کاتوزیان میگه شما از قبل این موقعیت بیکیفری به ثروت میرسی، به قدرت میرسی، وگرنه هیچی نداری. هیچ وقت ممکن نیست تو توانسته باشی ثروتی ساخته باشی بر اساس استعدادی یا توارثی. ممکن نیست. این فقط با پدیده موقعیت بیکیفریان ممکن است. خب این داستان رو که ادامه میدید شما میرسید به داستان 1320. 1320 شما به مقطعی برمیخورید که در شهریور 20 قوای متفقین که روی هم رفته 59,000 نفرن، 40,000 نفر ارتش روسیه، 19,000 نفر سربازان سیک هندی مزدور بریتانیا از جنوب ورود میکنند و از شما در مقابل این ارتشی که بایستی حافظ مرزهای این قلم رو
به عنوان سرزمین مادری باشه هیچ تحرک و غیرتی نمیبینی. یه لومپنیزم مطلق، یه مشت انگل که کوچکترین مقاومتی نمیکنن، هیچ کشته‌ای نمیدهن و پادشاهی که خود آریایی بازی آورده، این پادشاه که باید حالا پدر ملت باشه، این پادشاه که باید اسوه این ناسیونالیسم باشه، در مقابل دشمن خارجی میرود استعفا نمی جنگا، اسیر نمیشه، در سنگر کشته نمیشه، در بیمارستان زخمی نیستا، این آقا میره استعفا میده. 25 شهریور 1320 پسرش رو دست نشانده میکنن. کی؟ استالین. روزولت چرچیل. استالین، من دوباره تاکید میکنم، استالین، اونی که 40,000 تا لشکر داره در سرزمین ما، استالینه، بریتانیا نیست. اونی که دست بالا رو در جنگ جهانی دوم داره روسیه است، بریتانیا نیست. این محمد رضای دست نشانده وقت دوباره بایستی تبدیل بشه به نماد ملی نمیدانم کدام مردم. فقط اینو میدونم که همین اتفاق منجر به مرگ 3 میلیون نفر تا 5 میلیون نفر آدم میشه که به کانیبالیسم میپردازن، یعنی آدم خواری در اثر قحطی. در پس آنچه که اینها میخواستن اسمش استیت بذارن، اما موقعیت بیکیفری. خاندان پهلوی هیچ وقت بابت به قحطی کشاندن 5 میلیون نفر در این سرزمین، دست نشانده بودن توسط استالین، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، هیچ وقت محاکمه نشدن. هیچ وقت مورد بازخواست قرار نگرفتن، حتی در این تاریخ. اما به خاطر اینکه اینها رو غسل تعمید بدن، سال 1324 اواسط و اواخر 1324 که جنگ جهانی دوم تموم شده و اینا میخوان از این سرزمین خارج بشن، 2 پدیده براش درست میکنه. یکی جعفر پیشوری، یکی قاضی محمد. تا چه کار بکنه؟ تا لشکر توفنده این ایران نبوده با دولت نداشته حالا برود 2 عنصر تجزیه طلب رو سرکوب بکنه تا مام میهن نجات بیابه. خب بسیار عالی دیگه، ما غسل تعمید دادیم و 2 تا تجزیه طلب هم، یکی رو اخراج کردیم و یکی رو اعدام کردیم. این مقطعی رو که شما دارید تعقیب میکنید، میبینید آقا اینجا کسی قابل تعقیب نیست. یعنی هر کسی که در این موقعیت بیکیفری قرار میگیره، چون یه ارباب دیگه‌ای داره، اینا غیر قابل چیز میشن، کیفر دادن میشن. به همین خاطر به راحتی شازده پهلوی با آن میراث خانوادگی، با آن کارنامه پدری، با آن سوالات بسیار زیاد پاسخ داده نشده، در معرض محاکمه قرار نگرفته، آقا میراث برده از تاج را از پدر، اما زندگی مرفه مفتی که کرده، از پس خون هزاران انسانی که له شدن، بی هویت شدن، بی کاشانه شدن، حلبی آباد نشین شدن، زیر شکنجه ساواک له شدند، او تقاص پس نمیده. او رو این تن است، زیرا در زمانی، در جایی ایشان در موقعیت بیکیفری بودن. همین امر همین حالا شما دارید میبینید. تحت نام چه چیز؟ تحت نام ناسیونالیسم نبوده، تحت نام ملت ساخته نشده، تحت نام مام میهنی که هیچ موضوعیتی برای این آدم ها نداره. آدم های از هویت افتاده،
از تاریخ حذف شده ای که نه خدایی وجود داره نه قانونی. پس آنچه که اینا بهش میگن قانون یه نوع بازی ابزار بیکیفریانه، تفسیر میکنن و کسی هم معتقد نیست که همچین چیزی وجود داره. ببینید ما مثل این که نه نیشن استیت رو میشناسیم نه امری به نام انقلاب رو میشناسیم، به همین خاطر ما شامورتی بازی و کلاهبرداری میکنیم، اسمش رو میذاریم انقلاب، تا حالا یه اتهام به گردن یه عده مردم بدبخت بندازیم که اینا اومدن بیرون یه دست تو کف زدن گفتن حالا انقلاب شد. یعنی داستان یه داستان دراز دامنی است که من الان به واشکافی دوران پارادایم شیفت 57 که انقلاب نیست و هیچ وقت نبوده است بپردازم و سخن بسیار می شود. بله این ابزاریه که دارن ازش استفاده میکنن و کسی هم نیست اینو اپلای بکنه. به کجا؟ به دادگستری. دادگستری موقعیت بیکیفری است، یکی از نهادهای موقعیت بیکیفری است. شما تا حالا یه قانون وکلا دیدی که بیاد یه دادگاه رو برای شما بررسی بکنه و بگه که این دادگاهی که شما دارید میبینید قانونی نیست؟ دیدید از این قانون وکلا؟ نه خیر. من میخواستم دقیقا رو همین نکته انگشت بذارم. ایران از جمله معدود کشورهایی که 2 برنده جایزه صلح نوبل داره که از قضا هر دو حقوقدانند، از قضا هر دو عضو کانون وکلا هستند، اما در طول 40 سال حداقل ادعای مبارزه خودشون، چه خانم شیرین عبادی چه خانم نرگس محمدی، نتوانستند یک ذهنیت تعین یافته‌ای در باب مسئله قانون بر بسازند. و اینجا شما متوجه میشید که تعین نایافتگی این مردم غیب شده، این جامعه غیب شده و اون اصطلاح شگرف ناجامعه به واسطه شامورتی بازی های این اپوزیسیونی که بازی رو استمرار میده برای نظم مستقر محقق میشه. خب این کاملا درسته، به خاطر اینکه شما در طول 120 سال گذشته داری میبینی که هر کسی و هر کسانی و هر نهادهایی که در این موقعیت بیکیفریان قرار میگیرن غیر قابل تغییر، همه کارمند اینن، همه در راستای بازتولید، تداوم و تسلط و حفظ اینند. این یه موقعیت بکریه که میشه درش قرار گرفت، هر کاری کرد با 2 تا جمله حلش کرد و گویا شما هم دادت به هیچ جا نبایستی برسه. فکر بکنی عادیه، میکشه، میبره، تعدا میکنه، تجاوز میکنه، خلع مالکیت میکنه، خلع وجود میکنه، هویت تغییر میده، تاریخ سازی میکنه، جعل مسائل میکنه و به همین راحتی هم ازش عبور میشه. و به خاطر یه مجموعه بزرگی رو در بر میگیره که هر کدوم در وضعیت‌های مختلف در این موقعیت بیکیفریت، نه فقط اینهایی که جایزه نوبل گرفتند. آقا یه گوینده تلویزیون امروز اسرائیلی، فردا آمریکایی، پس فردا چاکر آقا خامنه ایه، پس این فردا میشه سلطنت طلب. هیچ کسی هم بهش نمیگه مردی که تو چرا اینقدر رنگ عوض میکنی؟ تو ایاز محمود غزنوی هستی، نوکر محمودی، نوکر بادمجان نیستی. این چه موقعیت شما به عنوان عقلای قوم و دولتیان و متفکرین و دانشگاهیان درش قرار میگیرید؟ چگونه شما به راحتی میتونید ازش گذر بکنید؟ شما چطوری به راحتی میتونید آب کل بریزید بر هر آنچه تعفن از تابه ها؟ راستی شما چرا اینقدر به راحتی از کنار این همه کشته گذشتید؟ تصاویر کهریزک تداعی کننده تصاویری که یهودی ها خیلی تو بوخ و کرنامی کردن به نام آشویتس و هولوکوست نبود. تل جنازه هایی که تو 18 چرخهای یخچالدار خالی می‌کردن رو هم دیگه.
اونایی که خالی میکردن شاعر بودن، نویسنده بودن، پدر بزرگ بودن، همسر کسی بودن، عزیز دل بابای کسی بودن، عین جنازه های سلاخی شده یا لاشه های سلاخی شده رو هم تلمبار شده بودن. خب این ببینید این یه وضعیت یونیک میآفرینه که شما به این راحتی میتونی از کنارش عبور بکنی. اگر یکی از اونها عزیز دل شما بود به راحتی ازش میگذشتید، به همین راحتی. کسی رفته باشه ماست بخره، گلوله‌ای بر وسط پیشانیش نشسته باشد، بعد به راحتی بگیم کار اسرائیل بود، کار آمریکا بود، به همین راحتی. اثبات نمیخواد که، نمیخواد. کسی میتونه تعقیب بکنه؟ نه، اینا بیکیفرن، اصلا نمیشه اینا رو تعقیب کرد که. اصلا اینها در یه جایگاهی قرار گرفتن که انگاری جایگاه شیطانه. مثل که در این اسطوره ها تنها موجودی که میتواند فساد بکند و گناه بکند و دیگران را به گناه بکشد و فاسد بکند و بکشد و جنایت بکنه شیطانه. این موقعیتی که اینها به زور میخواهند نامش رو بذارن استیت که نیست، و نه با دیسپوتیزم، نه با دیکتاتوریت، نه با توتالیتاریزم پاسخ داده میشه. هیچ چیزی نیست جز موقعیت بیکیفریان. و این مختص فقط این نظام نیست، نظام های گذشته هم که شما دارید میبینید میروند که بیاین. این حتی شامل نظام ها نمیشه، شامل احزاب میشه. احزاب هم جزء نهادهای این موقعیت بیکیفریانن. کلی جنایت کردن، کلی زد و بند کردن، کلی امضاها کردن، اما به راحتی. احزاب اپوزیسیون، بله، همه، اکثریت قریب اتفاقشون، علل خصوص اونهایی که مسلح بودن، به راحتی زد و بند کردن، به راحتی گرفتن، به راحتی جان آدم ها رو گرفتن، به راحتی به کسی انگ خائن و چه میدونم رژیمی و نفوذی و جاش زدن و طرف رو کشتن. همین راحتی شما در کردستان سوریه دیدید پکاکا ضد به ضد انقلاب تبدیل شد، دست نشانده بود، آورده دست سپاه قدس بود، پاسداران قدس بود، تحت حمایت بشار اسد بود، بعد تبدیل شد با پروکسی آمریکا. یه عده ظاهراً آنارکو کمونالیست این مردم و کرد رو در اونجا برشون سلطه پیدا کردن بر عرب ها با کمک حکومت مرکزی، با کمک ایران، بعد با کمک آمریکا، و اینا رو نگه داشتن در نقش ضد انقلاب تا کسی در سوریه و در دمشق تثبیت قدرت کرد. اینا وقتی مطمئن شدن که این کردها دستشون به هیچی نمیرسه، اسلحه ها رو زمین میزنن، در نهایت هم میگن یه شهرداری دستمون گرفت. کلی هم پول گرفتند و به همین راحتی میشه کنار گذاشت و کسی بازخواست نکرد و بگه احیانا تو 17,000 نفر به کش دادی. کسانی از جوانرود، از کامیاران، کسانی از کرمانشاه، کسانی حتی از تهران شما بردی در سوریه کشتی، پولش هم از ایالات متحده آمریکا به عنوان فود سولجر پنتاگون گرفتی. حالا تو با چه روی باز میگردی؟ یا مجاهدین خلق، یا کمونو و دموکرات؟ اینا نه فقط از مردم عادی هم کشتند و تخریب کردند و کوچاندند، بلکه از همدیگر هم کشتند، بلکه از خودشون هم کشتند. به راحتی میشد کسی را از پشت با گوله زد و گفت جنگ. به راحتی جنگ بین کمونو و دموکرات، جنگ بین دموکرات با دموکرات. بعد از کنگره 7 یا 8 اگه اشتباه نکنم، الان دیگه حافظه یاری نمیکنه، اینا یه موقعیت هایی هن که اینا رو بیکیفر میکنه. حالا غسل تعمید داده میشن به عنوان نیروهای آزادی، وقتی که من نمیدونم کجا بودن.
چه کار میکردن؟ این فاند هایی رو که میگرفتن از کی میگرفتن؟ خب برای شکن کردن یک جریان مسلح شما باید لوجستیکش رو بزنی، منابع مالیش رو خشک کنی، منابع انسانیش رو خشک کنی، در انزوا قرارش بدی. فشار ظاهرا در اقلیم کردستان عراق نشستن، تأمین مالی میشن، جای گرم و نرمی دارند، به راحتی نفراتی به اونها ملحق میشه. آدم حیرت میکنه که چرا اینها در همگی در موقعیتی هستن به نام بیکیفریان. حالا هم همگی با هم سفره رو یه جا جمع میکنن، یه جا پهن میکنن. این عجیبه. به همین خاطر در این سرزمین ما چون علوم انسانی وجود نداره، یه مشت مقلد و پیرو و فکویی و دلوزی و اینا موجوده و کسی اینجا نه مرجعیت داره، نه از خودش فکری داره، نه مملکتی رو که داره درش زندگی میکنه میشناسه، نه تنوع و تکسرات رو بلده، نه تاریخ گذار کرده روایت شده رو درش شکی کرده، لختی ایستاده، سوالی طرح کرده. راستی ما چگونه فراموش بکنیم 18 و 19 رو؟ عادیه؟ برای شماها عادیه؟ بچه هاتون اضافه است؟ جون خودتون چی؟ زخمهای عمیق روحیتان چی؟ شما تونستید همگی با هم گریه کنید؟ یک گریه سراسری؟ شما تونستید همون کاری رو که ظاهراً برای یک اسطوره دینی در زنده نگه داشتن ماجرای کربلا کردید، تونستید برای کربلای بچه هاتون زنجیر بزنید، شل زرد بدید، یه سوگواری عمومی تو خیابان؟ سوگواری هم قدغنه، نمیشه گریه کرد. یعنی خب اینجا آدم به حیرت میرسه دیگه که چه میکنن. شما توجه بکنید تمام اونن که صحبت میکنن تحت نام متفکر و چه میدونم عقلای قوم، همه دارن ماله میکشن، به راحتی عبور میکنن. یه اتفاق دیگه هم میفته. آیا حسن‌زاده عذرخواهی میکنم، ما اکنون خودمون رو همواره از کف میدیم. ما در اکنون خودمون حتی اجازه زیستن نداریم. ما تجربه تراژدی رو نباید از سر بگذرونیم. ما اساسا نباید با تراژدی مواجه بشیم. ذهن ما، خیال ما باید پر بشه از تصاویری از آینده‌ای که ما یا پیروزیم یا نیست و نابود شدیم، هیچ فرقی هم نمیکنه. اما آنچه که نباید باشد تاریخ اکنونه، تاریخی که ما درش داریم زندگی میکنیم، لحظه لحظه در مواجهات روزمره خودمون، در سکوتی مرگبار که همه شهرها و همه جوامع این سرزمین رو گرفته. یعنی شما چشمها رو که میبینی، رخ به رخ که می ایستی، تازه متوجه میشی که در دل این آدم چی میگذره. اما این تصاویر اوهامی فرافکنده شده به آینده‌ای مجهول در صورت پیروزی یا شکست، تمام لحظه اکنون رو از ما دریغ میکنه و ما حتی رنج رو هم نمیتونیم درک کنیم. در تکمیل بفرمایید جناب حیدری. من شما رو نمیبینم، بفرمایید. من بسیار صحبت کردم، بفرمایید. بله ببینید، ما یه سری مفاهیم مواجه شدیم. یک پارچگی پیکره بیکیفریان، از کوچکترین جزء شما میتونید لحاظ کنید تا اجزای اصلی و بالایی جریان. شما نگاه کنید، من شما رو ارجاع میدم به اتفاقاتی که کوی دانشگاه 1378 افتاد. اون قتل‌های فجیع، اون جنایت‌هایی که بر سر دانشجویان رفت و مردم عادی.
شما نهایتا مواجه میشید با پدیده‌ای که یک سرباز رو به جرم دزدیدن یک ریش‌تراش محاکمه میکنند. یعنی حتی حاضر نیستن سربازی که به شکل موقت داره دوره سربازیش رو میگذرونه محاکمه بکنن، محاکمه عادلانه به قول خودشون. ما برمیگردیم به 1401 که یک خانومی در یکی از بازداشتگاه‌های بیکیفریان به قتل رسید. حتی حاضر نشدن اون کسی که مسبب این جریان بود رو به شکل نمادین محاکمه کنن. برمیگردیم به جریان هواپیمای اوکراینی. حتی حاضر نشدن که اون کسی که دکمه شلیک رو زد به عنوان حتی نمادین محاکمه بشه. یعنی این یک پارچگی که در خودشون شکل دادن باعث شده که اون بحث رویینتنی رو که جناب حیدری اشاره کردند رو لحاظ کنند. یعنی شما وقتی میای کوچکترین اجزای این بیکیفریان رو محاکمه میکنی، داری یک نقطه ضعفی، یک خلایی، یک نقطه آسیب پذیر رو تعریف میکنی. این در تایید فرمایشات جناب حیدری. و اما بحث عزاداری که مطرح شد، همواره این بیکیفریان گفتن ما برای شما تعریف میکنیم که چه کنید، ما عزای عمومی اعلام میکنیم، ما کارنوال شادی را میندازیم. کی؟ وقتی که ما خواستیم. چرا؟ برای اینکه بتونیم به روند بیکیفر ماندن ادامه بدیم. وقتی در کشور X 4 نفر کشته میشن، در داخل ایران اعلام عزای عمومی میشه. وقتی در داخل کشور یک خرفتی به عنوان مرجع تقلید با 100 و اندی سال سن میمیره، اعلام عزای عمومی میشه. آیا برای کشوری که به زعم خودتون، به گفته خودتون توسط تروریست ها کشته شدن، این عزای عمومی اعلام نباید بشه؟ حالا اگر هم بر فرض اعلام بشه یا شده، ما باید اعلام کنیم. ما خارج از دایره بیکیفریان باید اعلام عزای عمومی کنیم. ماییم که باید تعیین کنیم. اینجا اون نقطه‌ایه که جناب اسماعیلی به درستی اشاره کردن. بحث سوژگی باید با ما باشه. ما نوعش رو تعیین میکنیم، ما میگیم که چه کار باید بشه. من در ادامه فرمایشات جناب حیدری باید بگم که یک جماعتی 20,000 50,000 60,000 10,000 به هر حال شما بخواید لحاظ کنید با خانواده های اطراف، چیزی بالغ بر 100-150,000 خانواده داغدار شدن و ما به عنوان انسان ما هم داغدار شدیم، حتی اگر کشته‌ای نداشته باشیم. ما باید در برابر یک پارچگی پیکر بیکیفریان یک پارچگی پیکر دادخواهان رو داشته باشیم و این در ابتدا به این طریق خواهد بود که ما اون یک پارچگی رو در قالب سوژگی خودمون بیان کنیم در خیابان‌ها، به این ترتیب که اوکی تروریست ها کشتن، حالا ما میخوایم بیایم برای کشته هامون عزاداری کنیم، نه در خانه هامون. اینکه تو جنبش های قبلی یک عده بودن که مثلا مادران دادخواه میشدن، میرفتن تو خونه های همدیگه مینشستن، به شکل دوره‌ای عزاداری میکردن، حالا به روش های مختلف، به اشکال مختلف. اما این باید در قالب یک هیئت بزرگ به خیابان ها بیاد. شما چطور میتونید عزاداران رو سرکوب کنید و اصولا عزاداران چه چیزی برای از دست دادن دارند؟ این باید در جامعه به شکل یک مطالبه‌ای که دادخواهان رو، کیفرخواهان رو به شکل یک پیکره یک پارچه در میاره، در جامعه نهادینه بشه. جامعه باید بگه منم که تعیین میکنم، من ابژه تو نیستم، من سوژگی دارم. چرا؟ چون تلفات و هزینه ها رو من دادم. و وقتی تو بگی من دادم، اون وقت میگه که کی به تو تحمیل کرده، کی این هزینه رو به تو وارد کرده. اینجاست که اون منیفست بیکیفریان به داد جامعه خواهد رسید. خود کلمه بیکیفریان به داد جامعه خواهد رسید. اینکه تو یک اصطلاحی رو که
سالها روش کار شده، خروجی یک جریان، خروجی یک تفکره، خروجی یک جریان راستین اپوزیسیونه. وقتی تو این رو تو جامعه جا بندازی، جامعه میپذیره که حالا باید سوژگی داشته باشه. ما چند روز دیگه 40 کشته شده هامون هست، حالا با 1 روز 2 روز اختلاف. 150,000 تا خانواده در سر تا سر ایران. آیا اینها نمیتونن بیان یک عزای عمومی اعلام کنند؟ آیا نمیتونن بیان سوژگی خودشون رو و تعین خودشون رو به رخ بیکیفریان برسونن؟ من خیلی مشتاقم که جناب حیدری در این مورد اگر فرمایش که قطعا دارن یه صحبتی در این مورد داشته باشیم. متشکرم. نه خب کاملا درسته، به خاطر اینکه شما یه جایی باید بدونی اونی که پس میگیری اسمشو میذاری در یک شعار ایران رو پس میگیریم، چطوری پس میگیری؟ چه چیز رو پس میگیری؟ از کجا تا کجا رو پس میگیری؟ تو اول دفعه باید شخصیت خود رو پس بگیری، اسم خود رو پس بگیری، اشکات رو پس بگیری، هر آنچه که دارایی عمومی پس بگیری، خدا رو پس بگیری، محمد رو پس بگیری. شما اگر اینا رو پس نگیری، اینا تبدیل شدن به ناندانی قدرت. شما اگه پای منبر فلان امامه به سر نشینی، او افاضاتی نداره برای کسی بکنه، او متولی خدای تو شده. اما اینجا او سکوت کرده، او جلو شما تو خیابون قرار نگرفته. برای اونایی که پدر و مادر ندارند و کشته شده، خواهر ندارند و کشته شدند، کسی رو نداشتن شیونی بکند برای اینا. ما تو کهن الگوهامون خانواده ای رو که دختر نداشت، پدر میگفت اجاق کورم، چون کسی رو ندارم برام شیونی بکنه وقتی مردم. اجاق کوری با پسر نبود، با دختر بود، چون دختر عزیز بابا بود. دختر در سوگ بابا مرثیه می‌سرایید. برای تمام اونایی که تنهاهای درون این اردوگاه‌های سیمانی بلوکی کشته شدن در اون شب سرد زمستانی، که الان نه کسی رو داشتن جنازه رو تحویل بگیره، نه قبری دارند، نه نشانه‌ای، نه کسی در سوگ او نشسته. الان نه فقط اونایی که ادام دارن، تمام آدم‌های این سرزمینی که با چشمان خود دیدن چگونه می‌شود به راحتی با اشاره انگشت، اشاره به ماشه یک چیزی به نام اسلحه، صدها گلوله به طرف آدم‌های شلیک کرد که برای تو فقط یه سیبل گوشتی لذت ببری از ترکوندن کله سر یکی، زدن تو قلب یکی، با گلوله های ترکیبی ساچمه های ریز و چارپاره درشت یکی رو زدن. تابلوی هنری میآفرینیم. چارپاره سوراخ بزرگ درست میکنه، گلوله های ریز دورش عین حلقه زحل خدای ستران و قصیراس میآفرینه. شاهکار کردید واقعا. یعنی که یه جایی تو باید همه چیز رو پس بگیرید. تشیع رو پس بگیرید. تشیع ملک کسی نیست. سینه زدن برای امام حسین ملک کسی نیست. همون سینه رو که بیاد او میزنید، بیاد پرپر شدگان 18 و 19 بزنید. سوژگی رو به خودتون برگردونید. این بیکیفریان مجرمانند. استیت نیست تا بتونه با یه سری مفاهیم عبور بکنه. امنیت ملی، تمامیت ارضی، مام میهن. نه، از این میهن فقط مرگ تدریجیش نصیب این غیب شدگان شده. ظاهرا همه هم در این
موقعیت بیکیفریان دارن به راحتی عبور میکنند از هر مسیری، از هر مانعی. به راحتی میشه تغییر چهره داد، به راحتی میشه پیراهن عوض کرد. کسی که نیست اینا رو تغییر بکنه، نه خدایی هست، نه قانونی هست، نه دیوانی هست، نیست. یه جا در یه مسیر تاریخ ناگهان اتفاقی میفته. در همه قصه ها، در همه فیلم ها غالبا قهرمان خواب است. یه اتفاق میفته، قهرمان بیدار میشه. من فکر میکنم اون اتفاق افتاد. من فکر میکنم مردمان نامرئی دارن مرئی میشن، دارن زنده میشن، تازه میفهمن چه کنم. خیلی کارها میتونن بکنن. اونی که به صورت فردی فکر میکنه باید چه بکنه، باید بداند که به صورت جمعی میتونه خیلی کارها بکنه، خیلی کارها بکنه. باید اینا متوجه بشن تمام عملهای این وضعیت بیکیفریان و موقعیت بیکیفریان باید متوجه بشن سوژگی از آنها نیست دیگر. از آن مردمیه که میگه خدای منو پس بده، قرآنو پس بده، محمدو پس بده، دعاهای شبانه رو پس بده، گورستان رو پس بده، جنازه ها رو پس بده، تاریخ رو پس بده. بایستی یکی یکی این سنگرها رو پس گرفت، نبایستی داد تا کسی متولی اینها بشه، تا به نام تولی اینها دایه مهربانتر از مادر و از پاپ کاتولیک تر بشه، چون نوندانی او داستان دیگری دارد. اینجاست که وقتی ناجامعه‌ای سر ندارد، بزرگ ندارد، به همچین وضعیتی گرفتار میشه. قدمای ما نمی رفتن دختری رو بگیرند که پدر نداشت، خواهران بسیار و برادران بسیار داشت، چون این صاحب زیاد داشت، چون این نمیشد اگر اختلافی داری بزرگی را بیابی که اون بزرگی رو برات حل بکنه. به همین خاطر سرزمین ما را از سر واقعی بی سر کردن. اما تا دلت بخواد ملیژک و تا دلت بخواد پامنبری و تا دلت بخواد سینی لیس زن و تا دلت بخواد چاکران موقعیت بیکیفریان ساختند. چرا؟ چون اون سوراخ رزق و روزی دست ایناست. چرا؟ چون تمام آنچه ناجامعه نامیده‌اند دارای وابستگی اقتصادی معیشتی در وضعیت زندگی تکثری تجمعی اردوگاهی هستن. باید پس گرفت. بله، بایستی این عزاداری رو به خیابان آورد، بایستی خدا رو پس گرفت، بایستی اشک‌ها رو پس گرفت، بایستی همدلی ها رو پس گرفت، بایستی سوگواری ها رو پس گرفت. نکتهش ما یه لحظه هایی داریم توی زندگیمون، هر کدوممون، که اسمشو به غلط در فرهنگ عامه انتظار میذارن. میگن که من از فلانی انتظار دارم، من از فلان کس انتظار داشتم که فلان کار رو بکنه و فلان حرف رو بزنه. امیدوارم که صدای من باشه. توی اون لحظه هایی که عوام انتظار میگن، من بهش میگم ناامیدی. یعنی انسان ناامید میشه. امیدی بسته بود به کسی، به چیزی، ولی وقتی که اون چیز، اون کس، اون پدیده ظهور نمیکنه،
در حقیقت توی دل خودش ناامید میشه. ما این ناامید داریم، از وجدان خودمون داریم، از وجدانهایی که در دیگران باید باشه ولی نیست داریم. یه کسی یه متنی نوشته بود درباره این مردم سوریه که وقتی که اینها در یک روز به طور متعدد بمباران می شدن در قرن 21 در سال 2016 2017، هر باری که می گفتن لا اله الا الله، مثل اون پیرمردی بود که نون و خشک رو میزد توی آب میخورد، میگفت خدا رو شکر، میگفت خدا رو شکر. مردم سوریه اونجا متوجه شدند که در قرن 21 میشه کشتار کرد و هیچ کس ککش نگزه، میشه قتل عام شد و هیچ کس ککش نگزه، نه فمینیستی نه چپی نه راستی. مردم سوریه فقط اونجا خودشونو داشتن، راهی بود که خودشون باید طی می‌کردن. ما این رو باید درک کنیم. هیچ کسی در هیچ نقطه از این دنیا ککش برای کشته شدن، برای قتل عام مردمی در یک سرزمین دوردست نمیگزه. اینو بارها دیدیم، بارها دیدیم، ولی انگار به خودمون نمیایم. چرا به خودمون نمیایم؟ چون ما در یک سری توهمات سیر میکنیم. این توهمات توسط چه کسانی به ما القا شده؟ آیا اینها زائیده زیست روزمره خودمون هستن؟ به عقل خودمون، به تجربه های خودمون برمیگرده؟ نه، بر نمیگرده. به کجا برمیگرده؟ به سلسله القاءات و اوهاماتی که در ذهن ما نسبت به جهان واقعا موجود در ذهن ما کاشته شده. درست شد؟ خب وقتی ما دهن باز میکنیم، از خود نمیگیم، از وجود نمیگیم، از تجربه زیسته خودمون نمیگیم. از چی میگیم؟ از اون القاءات و اوهامات میگیم. دهنمون رو که باز میکنیم، اون کسی که طرف مقابل ما نشسته باشه میگه این چیزی بارش نیست. چرا؟ چون از خودش بلد نیست بگه، چون روایت نداره. و یک اتفاق دیگه ای هم میفته. یه دیوار کوتاهی اگر مقابل همون آدمی که دهن باز کرده از اوهامات و القاءات مدیا صحبت میکنه، از خواستها و مطالباتی که در ذهن او کاشته شده صحبت میکنه، اون آدم به این گفته ها مشکوکه. چرا مشکوکه؟ چون هیچ درک مادی از فرایندی که انسان را به یک تعینی برساند که از تجربه خودش، از زیست خودش، از فهم خودش، از معنای خودش صحبت کنه، اون رو طی نکرده. یه حکمی دستش دادن از صهیونیست اینترنشنال، از نمیدونم BBC، از نمیدونم هر شبکه دیگه، یا هر کسی که ادعای نخبگیش میشه، ادعای خواص بودنش میشه، ادعای معنادار بودنش میشه، اون حکمو دستش گرفته، ولی زیر اون حکمو نمیتونه پر کنه. نه با تجربه خودش، نه با زندگی خودش، نه با معنایی که بتواند حقانیتی را در درون اون گفتار مستتر بکنه که کسی که اون رو میشنوه حتی جرأت نکنه، حتی فکرش رو هم نکنه که بیابله. لذا ما مشکوکیم به خودمون. ما مشکوکیم به خودمون چون خودمون رو نمیتونیم روایت کنیم، چون تجربه های خودمون رو صرفا از صافی اوهامات و القاءات دیگرانی میگذرونیم. ما انگار که باید یک کشف خودی بکنیم، واقعیات زیست خودمون رو تشخیص بدیم، در درون اون واقعیات امکانات خودمون رو تشخیص بدیم، به اون امکانات تعین ببخشیم و به خودمون شک نکنیم. ما چرا باید بترسیم از اینکه یک حرکت جمعی آغاز بکنیم؟ مگر ادعای همین جمهوری اسلامی ایران این نیست که من به مردمی تعین بخشیدم؟ همین مردم من نیست دیگه، من هستم، تو هستی، هممون، آقای حسن زاده، آقای حیدری، در شهرهای مختلف. پریشب آقای حسن زاده شعری رو در باب این بیکیفریان سرودن. این شعر در سلیمانیه به موکریانی، به زبان موکریانی ترجمه شده، در یک جغرافیای دیگه‌ای دکلمه شده. این چی رو نشون میده؟ آیا ما واقعا انسان‌های تکینه‌ای هستیم که در غارهای خودمون گرفتار اومدیم؟ نه.
ما اساسا بود و نمود نمیخوایم داشته باشیم. وقتی اگر بخوایم بود و نمود داشته باشیم، زبان ما زبانیه که از توکیو تا استرالیا تا نمیدونم یا بروکسل تا سلیمانیه تا عراق تا افغانستان کشیده میشه. چرا ما این باور رو به خودمون نداریم؟ چرا فکر میکنیم که تعین بخشیدن به یک جمعیتی، به یک مردمی کاریست غیر قانونی، کاریست ترسناک؟ ما چرا این فکر رو در مورد خودمون میکنیم؟ چرا به خودمون شک داریم؟ ببخشید آقای حیدری، آقای حسن زاده بفرمایید. احمد جان مرسی. من چیز دیگری ندارم که اضافه بکنم بر مطالب قبلی. گویین که آقای کروبی ایشون هم یه بیاننامه داده و میگوید که وضعیت اسفبار امروز ایران نتیجه سیاست‌های ویرانگر خامنه‌ای است. این رو BBC کار کرده این خبر رو. بعد مهدی کروبی از چهره‌های سیاسی مخالف در ایران. به همین راحتی آقای مهدی کروبی تبدیل میشه به گاریبالدی، به همین راحتی تبدیل میشه به مصلح، به همین راحتی عبور میکنه، به همین راحتی مورد بازخواست قرار نمیگیره، نه خودش نه خانواده‌اش، هیچ. انگار نه انگار که اونها بودن. حالا کی بود من نبودم. هرچه فریاد دارید بر سر 1 نفر 2 نفر 10 نفر 100 نفر خالی کنید کارت. به همین راحتی. خب شما بایستی قربانی بشوی تا ما بمانیم، چون ما نبایستی دست بخوریم، که نبایستی واکاوی کردن این سرزمین، که نبایستی گذاشت آدم ها به تعین برسن، که بایستی آدم ها رو لیز داد. از این وضعیت به وضعیت دیگه، از این وضعیت به وضعیت دیگه. یعنی که زبان بعضی موقع دیگه قاصر میشه. آقای اسماعیلی، آقای حسنزاده، یه جایی دچار حیرت میشی از این تهاجم دست جمعی که سیستماتیک با ابزارهای مختلفی که در دست دارند به مغز تو، به روح تو انجام میدند و ابزارش رو دارند، قدرتش رو دارند و ما این مشت جال شده خفه شده تاریخیم، فاقد روایت، فاقد زبان، فاقد آرگومنت، فاقد دیبیت، فاقد مکانی برای این دیبیت. حیرت انگیزه. مرسی. آقای حسن زاده، من یه نکته رو هم اضافه بکنم. ما حالا این همنشینیمون در این پلتفرم به پیشنهاد آقای حیدری واقعا بسیار خوب بود. امیدوارم آغازی باشه برای موضوعات و تعقیب این داستان، چون تعقیب کردن داستان و قصه کار هر کسی نیستش. ما روزها مخالفت‌های بسیاری رو می‌بینیم و میشنویم و می‌خوانیم از پلتفرم‌های مختلف، استوری‌های مختلف و چیزهای دیگه‌ای که موجود هستند. اما همین که یک نکته عقلی، یک نکته فرایندی در برابر اون مخالف خوانی قرار میدی، تو متوجه میشی که اینجا هیچ مخالف خوانی اصیلی وجود نداره. یعنی این نیست که یک انسانی به وجدان بشری خودش برخورده باشه و چیزی را آغاز کرده باشه که بتواند استمراری به اون بده. نه، فوری پا پس میکشه. ترسهاش، منافعش، ارتباطاتش، همه اینها باعث میشه که این عدم استمرار به ویژگی همه داستانها و قصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ما تبدیل بشه.
ای کسانی که هر روز استوری میذارید، مینویسید، به اشتراک میگذارید، حلقوم خودتون باشید، حلقوم ادراک و فاهمه خودتون باشید که اساسا متوجه بشید که آیا فاهمه دارید یا ندارید، ادراکی از واقعیات دارید یا ندارید، یا اون استوری ها یا اون نوشت ها یا اون ادراکاتی که به اسم خودتون دارید منتشر میکنین از آن شما نیست و شما هیچ درکی از اونها ندارید و دروغ دارید میگین که در حال مبارزه با یک نظمی هستین، نظم مستقری هستین، یا اینکه واقعا ناآگاهی نسبت به این مسئله. انسان ناآگاه نسبت به یک مسئله وقتی که تلنگری بهش میخوره ایسته فکر میکنه و سوال رو از خودش میپرسه نه از دیگری. این نکته رو خواستم نقطه گذاری بکنم که آقای حسن زاده فرصت داشته باشم. بفرمایید آقای حسن زاده. خواهش میکنم. ممنون. خیلی دوره همی خیلی پرباری بود و اینکه بحث پایمردی بر اون چیزی که هست و باید وجود داشته باشه. من پایان صحبتامو یک بیت شعر که بسیار بهش علاقه دارم و باور دارم و این باورم رو در این جریان یافتم. یک تک بیت هست که میگه بعد از این رأی من این است و همین خواهد بود. بعد از این رأی من این است و همین خواهد بود. من بر این هستم و البته چنین خواهد بود. ممنونم از شما بابت وقتتون. مرسی. پس من یه پاراگرافی رو از مانیفست آخذنامه کردان بخونم که حداقل یک متن مکتوب که تعین میبخشه به انسان با اون هم مواجه بشیم. می‌نویسد حتما آدمی با درک واقعیت موقعیت خیش طغیان خواهد کرد، چرا که تفکر بنیاد ستیز و رادیکال باید در حادترین موضع استیصال را اتخاذ کند تا معاصر بودگی در درک تاریکی ها و خطرات حال حاضر تبلور یابد. صنعت تصویر تولید انبوه وهم می کند و وهم نیز تسلیم بودگی، سکوت و سکون. ناامیدی جهان را در بر گرفته. کیست آن که بالقوه تروریست نامیده نشده باشد؟ چه نام دارد انسانی که داغ بدهکاری بر پیشانیش نخورده باشد؟ چگونه زیستند آنانی که به کیش‌های لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی نگرویدند؟ کجاست آن وجب زمینی که تحت استیلای همسوگندان سازمان دول متحد علیه بشریت نباشد؟ درک موقعیت خود در این اتحاد مقدس علیه جهان بشری، مردم و مردم بودگی طغیان را تبدیل به یک ضرورت و امر قیام را در اولویت قرار می‌دهد. آخذنامه کردان طرح ضرورت و اولویت است. آیه حیدری بفرمایید. بله مرسی آقای اسماعیلی. من هم استقبال کردم. تجربه تازه‌ای بود در اینستاگرام و متاسفانه ما نتونستیم از آیدی های خودمون استفاده بکنیم تا بیشتر به صورت تصویری باشه و ارتباط اینترنتی شما هم بسیار ضعیف بود. نمیدونم دلیلش هم این بود که ما یک فالووری در یک تعداد خاص نداشتیم که بتونیم این کار رو بکنیم. اینو من نمیدونم. در صورت من فکر میکنم این تداوم رو ما خواهیم داشت و ناچاریم به اینکه این تداوم رو داشته باشیم تا به تعین رساندن انسان‌های بیشتر و بیشتری که الان فکر میکنم اون لحظه تاریخی، اون مومنتو به وجود آمده. جنگ آدم‌ها رو متعین میکنه.
جنگی که این انسان ها 18 و 19 دیدند داره اونا رو به تعین میرسونه. سخن کوتاه این که من پاره مواقع با یاران، با دوستان که صحبت میکنم، خبر از کساتی بازاری میدن که گویا دیگر مصرفگرایی در اولویت نیست، دیگر مصرف کردن و خرید کردن لذت کذایی کنترل نیست. آدم‌هایی دارن امتناع میکنن، آدم‌هایی صورت دیگری را از زندگی، از نفس کشیدن دارن تجربه میکنن، زنده تر شدن، بسیار زنده تر، تا حد بسیار زیادی همدلتر، تا حد بسیار زیادی به چرایی ها، چگونگی ها دارن فکر میکنن. یعنی اینکه فضایی است دگرگونه، لحظاتی است دگرگونه و هیچ وقت هم به روزهای قبل از 18 بر نخواهد گشت، هیچ وقت. به همین خاطر شما دارید میبینید که یه سری سناریو سازی دارن میکنن، سناریو سازی که در پس حمله نظامی ایالات متحده آمریکاست، اما حفظ ساختار بیکیفریان ایرانی است. تا اونها با اجرای پرده دوم جلوه های ویژه دست نشانده دیگری را علم کنند و همزمان با این تصفیه حسابهای روی زمین زیر این آشوب بمباران صورت بگیرد. ما مشاهده کردیم در لیست ترور قرار دادن سپاه پاسداران را توسط اتحادیه اروپا، بیان نامه میرحسین موسوی که میگوید تفنگت را زمین بگذار و برو، سخنانی از کروبی که براتون خوندم. بیکیفریان ایرانی بدانید مردم به تعین رسیده علیه بیکیفریان خواهند بود. هیچ آب پاکی، هیچ آب کری، خونها، هویت‌های به تاراج رفته، خاک‌های از بین رفته، ارزش‌های مالیده به فاحشگی کشیده شده رو نمیخواهد ازش عبور بکنه به سادگی. این درد عظیم زایش نه به آسانی رخ داد، نه به آسانی تسکین می‌یابد. تا پس دادن هر خروسک و قاقالیلی فکر کنی غیب شدگان دیروزین را که یواش یواش دارن به تعین میرسن به وادی هپروت همیشگی میفرستید، با این تریبون های پرسر و صدا، با این نمایش های ترقه در کنی. اینه که ما تداوم حتما خواهیم داد و حتما از پا نخواهیم نشست. مرسی، سپاسگزار از شما، از جناب آقای حسن‌زاده، جناب آقای اسماعیلی. روز خوبی داشته باشید و بله بفرمایید. به تمام یاران هم من دوباره سلام و خداحافظ عرض میکنم. انشالله که دوباره ببینیمتون و شما هم به این لایف ها اضافه بشید و این گفتارها رو در راستای واقعی کردن زیستی که داریم زندگی میکنیم استمرار ببخشیم. چون ما اگر واقعی نشویم به معنای تمام کلمه غیب خواهیم شد برای همیشه، تحت لوای حاکمیت قانون، تحت لوای آزادی، با هر جلوه‌ای دیگه ما مجال سخن گفتن و وا شدن نخواهیم داشت که با تئاترها و با حذف‌های جراحی شده همین نظم مستقر و ابدی خواهد شد. ما ضرورت داره و مجبوریم که واقعی بشیم.
و از این غارهای تنهایی خودمون بیایم بیرون. ممنونم از همتون که ملحق شدین به این لایف. مرسی آقای حیدری. از شما خداحافظ.